سلام، اخبار امروز دوشنبه 25 ایول را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه در دوشنبه 3 نفر را با اتهام کودک ربایی دستگیر کردند. مادر یکی از این کودکان با آزادی صحبت کرد. من تا آخرین دقیقه باوری نداشتم که از دست همان زنی که مثلا در یک جا ما نان و نمک خوردیم، در یک جا کار و فعالیت نمودیم، این کار برمی آید. مقامات آلمان میگویند حمله به فستیوال موسیقی ظاهراً حمله مرگ طلبانه بوده است. شکایت سیاحان از پولستانی زیاد در آسایشگاه و مکانهای آبازی در تاجیکستان. این که برای کودکان و طفلان پول میگیرند ما را نگران کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بحث برانگیزی را امضا کرد که بر اساس آن باید وزیران پیش از شروع کارشان به نام او قسم یاد کنند. قانون درباره اعضای حکومت و وضع حقوقی وکلان مجلس نمایندگان را امام علی رحمان روز 23 ایول به امضا رساند و این سند بعد نشر در مطبوعات دولتی حکم اجرا می‌گیرد. بر اساس این قانون آنهایی که وزیر یا اعضای حکومت میشوند پیش از اجرای وظیفه به نام رئیس جمهور قسم یاد میکنند و وعده میدهند تمام نیروی خود را برای رشد و بالا بردن آبروی تاجیکستان به خرج میدهند. منتقدان میگویند سوگند خوردن به نام رئیس جمهور خاص نظام‌های خودکامه است. مقامات تاجیکستان گفتند ظاهراً معمای ناپدید شدن 3 کودک از یک محله در دوشنبه را باز کردند. در وزارت امور داخلی روز 25 ایول به رادیو آزادی گفتند یک زن و 2 مرد را که یکیش طبیب است با اتهام دزدیدن دخترک 7 ساله دستگیر کردند. هر 3 نفر روز 20 ایول بعد آن دستگیر شدند که می‌خواستند در محله معروف با نام صدبرگ در مرکز دوشنبه دخترک 7 ساله را ربایند. در اینجا در 3 سال گذشته 2 کودک، یکی 5 ساله و 6 ساله ناپدید شدند و تا حال آنها را پیدا نکردند. جسدی آسیا دیلاور و دخترک 5 ساله دیگر را که از همین جا گم شد بعداً در ناحیه حصار یافتند. همکار ما در دوشنبه مهینی دوران با مادر دخترک صحبت کرد که خوشبختانه یافت شد و بعد دلایل اخلاقی نام دختر و مادرش را آشکار نمی‌کنیم. اصلا درباره واقعه گم شدن دخترتون میگفتید که چه خیل شروع شد، شما چه خیل فهمیدید، چه خیل آگاه شدید که دختر شما رو دزدیدند؟ روز 20 همین ماه بود، یعنی سنه 20 ساعت 11 ما از خواب بیدار شدیم. وقتی از پنجره نگاه میکردیم دخترچه‌ام در تگ خانه بازی میکرد. یک چند دقیقه گذشت که 2 دخترچه‌ای که همراهش بودند دوگانه‌هایش به خانه آمده گفتند که دخترچه‌تان را باز زوری در یک ماشین سوار کرده بردند. ما به بیرون برآمدیم، از پشت جستجوی دخترچه‌ام شدیم. زود به کارمندان میلیسیا زنگ زدیم، به ناحیه شامنصور، بر دیگر مقامات‌ها زود زنگ زدیم، خبر دادیم. از بین یک چند دقیقه گذشته بود که در زیر خانه ما، در زیر هر یک خانه، هر یک بنا کامera دارند. در کامera آمده است که دخترچه رو چخیر در ماشین با زوروانی میگیرند میروند. پس از 30 دقیقه بود، به فکرم 30 دقیقه بود که و ما از اوباب زنگ زدن کارمندان اوباب گفت بیایید دخترچه شما در مقامات ما است، ساق سلامت صحت، بیاین برید. بعد ما به اونجا رفتیم، دخترچه‌ام رو گرفتیم، شکر خوب بود، سلامت بود. جنایتکاران رو دستگیر نمودن. حالا در فکر همان هستیم که زودتر جنایتکاران جزای خود را گیرند. خود دخترچه‌تون چی گفت؟ کی او را برد و چی یگون چیز دخترتون گفت؟ بله گفت. وقتی که بر مقامات‌های میلیسیا رفتیم دخترچه‌ام را گرفتیم، در آنجا در حالت شوکی بود. فرزند من هیچ گپ زدن نمیتوانست، راستی گپ اصلا نمیدونست که چی واقعه رو داده است. با یک طرز آرام کردیم. در آنجا باز مقامات میلیسیا تشکر به آنها که دختری خود را داشتند، زود آرام کردند. از بین چند دقیقه گذشت که به گپ در آمد. گفت که در زیر خانه بودم، یک مرد جوان نامم را گرفته فریاد کرد. نگاه کردم، به پیشش رفتم، 1 سومانی به مقدار 1 سومانی به من پول داد. گفت که من مادرت رو میشناسم، من یک خشت تبار شما هستم، تو مایده بودی، من با تو بازی میکردم. حالا میرویم به یک جا شکلات میگیریم و تورت میگیریم، امروز زادروزی من است، میبینیم به مادر تو سورپرایز میکنیم.
وقتی این گپ‌ها رو سخن‌ها رو دخترچه من میشنود میگوید که من حاضر از مادرم پرسم با دوگانه اش همراه است. میگوید که نه، وقتی میگوید من یک بار پرسم با زوروانی از دستش میکشند بر ماشین میگیرن و با خود میبرند دوگانه اش رو میگویند که شما روید از پس کارتان شوید. در این مدت دخترچه ها اومده به ما خبر را رساندن. طبق اطلاعی که در دست داریم شخصانی که در این کار دست داشتند در ربودن دخترچه شما الان بازداشت شدند، در بازداشت قرار دارند و گویا یکی از آنها همکار شما هست. نه این تا کجا واقعیت دارد؟ تا حال همون زن دستگیر شده است، همش رو مثلا کارمندان میلیسیا آشکار کردن، ولی من تا آخرین دقیقه باوری نداشتم که از دست همون زنی که مثلا در یک جا ما نان و نمک خوردیم، در یک جا کار و فعالیت نمودیم، این کار برمی آید. مصاحبه کامل در وبسایت azadi.org و در ادامه برنامه می رویم به کل آسایشگاه‌های ناحیه ورزاب. شکایت سیاحان از پولستانی زیاد در آسایشگاه و مکان‌های آبازی در تاجیکستان. اینکه برای کودکان و طفلان پول میگیرند ما را نگران کرده است. حزب دموکراتی آمریکا امروز انجمن پیش از انتخاباتیش را برگزار میکند و قرار است هیلاری کلینتون را رسما نامزد حزب به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کنند. در آستانه انجمن 4 روزه مکاتبه های محرمانه حزب دموکرات نشر شد که نشان میدهد مقامات حزب سعی کردند تا معرکه ترغیباتی برنی ساندرز رقیب هیلاری کلینتون را به هم بزنند. رئیس ستاد انتخاباتی خانم کلینتون گفته است در افشای مکاتبه ها نیاتهای دولتی روسیه دست دارند. از این پیش در هفته گذشته هیلاری کلینتون سناتور ایالت ویرجینیا تیم کین را نامزد به مقام معاون رئیس جمهور پیشبری کرد. حزب جمهوری خواه آمریکا چند روز پیش دونالد ترامپ صاحبکاری ثروتمند را نامزد حزب به مقام رئیس جمهور پیشبری کرد. سردار ریاست پلیس ولایت باور آلمان گفت یک پناهجوی سوریایی خود را ترکانده کشت و 12 نفر را مجروح کرد عقاید افراطی اسلامی داشته است. حمله در شهر انسبخ، یک شهر خرد آلمان، مردم اینجا را به وحشت افکند. جزئیات حادثه در گزارش است که حالا می‌بینیم. مقامات آلمان گفتند حمله به جشنواره موسیقی در شهر انسبخ ظاهراً از سوی مرطلب انجام شده است. روز 24 ایول یک پناهجوی 27 ساله از سوریه بمب را در یک جشنواره موسیقی در ولایت باواریا ترکاند و به گفته مقامات پلیس 12 نفر را زخمی کرد. در بین آنها 3 نفر جراحت‌های وزنین برداشتند. حادثه در شهر 40,000 نفره انسبخ در جنوب و غربی ولایت نیورنبرگ روی داد و چهارمین حمله خشونتبار در آلمان در کمتر از یک هفته اخیر است. حمله های پای در پای ناراضگی جامعه از سیاست انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را زیادتر میکند که سیاستی درهای باز برای پناهجویان را پیش گرفت و در یک سال اخیر بیشتر از 1 میلیون پناهجو را به کشور راه داد. مقامات آلمان میگویند جوانی سوریایی 2 سال پیش به آلمان آمده است، اما درخواست پناهندگیش را رد کردند و او دوبار قصد خودکشی کرده است. جوان یک سمکه پر از مواد ترکنده و آهنپاره داشته است که با گفته یواخیم هرمن رئیس پلیس ولایت باواریا می توانست آدمان زیادی را بکشد. این فرد را پیش از ترکش به جشنواره موسیقی انسبخ راه ندادند. بعد انفجار ماموران پلیس آلمان بیشتر از 2000 نفر را از محل حادثه بیرون بردند و محل وسیع را برای تحقیق محاصره کرده بستند. در یک هفته اخیر بار چهارم است که آلمان شاهد حمله های خشونتبار می شود. روز جمعه یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار با تیراندازی در شهر میونخن 9 نفر را کشت. بعد از این روز یک شنبه در شهر رویلدینگن یک پناهجوی سوریایی با خنجر بزرگ به یک زن آبستن حمله برده او را کشت و 2 نفر دیگر را مجروح کرد. یک هفته پیش از این یک پناهجوی پاکستانی در قطار در شهر ووزبورگ در جنوب آلمان با حمله به مسافران 5 نفر را مجروح کرد و خود از سوی پلیس کشته شد. پلیس آلمان گفت که حمله با خنجر در روز یک شنبه و تیراندازی در شهر میونخن هیچ ربطی با گروه دولت اسلامی یا دیگر گروه تندرو نداشته است. اما گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله با تبر در شهر ووزبورگ را به عهده گرفته است.
تعدادی از سیاحان در تاجیکستان از ببندوباری و پلسیتانی در آسایشگاه و تفریحگاه‌های تاجیکستان شرکت دارند. به خصوص آنهایی که برای شناوری به کوه و دریاهای کشور آمدند. همکاران ما در دوشنبه به دیدن این آسایشگاه‌ها رفتند. اینکه برای کودکان و طفلان پول میگیرند ما را نگران کرده است. گالینا پس از 5 سال زندگی در مسکو برای گذرانیدن تعطیل تابستان به تاجیکستان آمده است. بنابر حساب او برای شنا کردن و غذا خوردن در کنار طبیعت با 2 کودک تا $50 خرج کردن ضرور می آید. اما گالینا نخواست برای یک تعطیل کوتاه این مقدار مبلغ مصرف کند و با 2 کودکش برای آبازی کردن به کول آمد. ما با ماشین آمدیم. برای داخل شدن به قلمروی کل از ما 5 سامانی گرفتند. حاجتخانه هم پولکی است، 1 سامانی. جای لباس عوض کنی نیست. از این رو لازم می‌آید در حاجتخانه لباس عوض کنید. اگر خوب استراحت کردن خواهید تنها 1 مرتبه در 1 ماه قدرت می‌رسد. تویستان کو واسمو روزی شنبه یک شنبه روزی استراحت هم چخه که شد امروز استراحت من کودکو با کو ایجا نقصا همین که ایجا یک کم تشریح شد نقصا میکردن برای کودکو برای وای نرخ دندون شکن است. به جیب نه هر کس موافق میآید و نه هر کس به خود این را میتواند اجازت بدهد. بسیاری از ساکنان شهر امکانی مالی استراحت کردن را ندارند چون که معاش میانه در دوشنبه همگی $200 است. این پول را می شود در 1 روز خرج کرد چون که عائله های تاجیکان معمولاً 3 فرزند است. مخصوصاً در روزهای استراحت در نزد کلها جای پایمانی نیست. در استراحتگاه های کنار شهری برای وارد شدن، برای کات، حوض، جای خواب و البته برای غذا در علاهیدگی پول می گیرند. حالا ما در یک استراحتگاه نه چندان کلان قرار داریم، هرچند اینجا به قهوه‌خانه نزد راه مانند است. اینجا یک کت خیلی براحت هم دارد که در بالای دریا است. نامگوی خوراک‌های منیو نیز چندان ارزان نیست و یک طعام نصف روزی برای 3-4 نفر از $15 تا $25 ارزش دارد. ساکنان دوشنبه میگویند در دریا و حوض‌های طبیعی آبازی کردن نمی شود چون که هر وجب زمین 2 کنار دریای ورزاب صاحبان خود را دارد. بستانسرا و استراحتگاه‌های بیرون از شهری مثل زنبروغ‌های بعد باران قامت می‌افرازند. مالکان استراحتگاه‌ها میگویند نوابسته به شرایط ساکنان آنها درآمد دارند. نرخ استراحت را باشد موافقی خواست خود معین می‌کنند. از این رو برای ساکنان دوشنبه به این زودی‌ها هیچ چیز تغییر نمی‌یابد. کمیته بین المللی المپیک قرار کرد که بعضی از ورزشکاران روسیه می توانند در بازی المپی ریو دی ژانیرو شرکت کنند. پیش از جلسه کمیته در روز یکشنبه تخمین زیاد بود که ممکن است کمیته بین المللی المپی برای استفاده دوپینگ و یا داروهای نیروافزا از طرف ورزشکاران روس تمام تیم المپی روسیه را از حق شرکت در بازی المپی ماه آگوست محروم می کند. روز دوشنبه حکومت استرالیا کمیته بین المللی المپی را تنقید نموده ابراز داشت که راه دادن ورزشکاران روسیه به بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو به اعتبار جنبش المپی لطمه می‌زند. روز یکشنبه کمیته بین المللی المپی از منع دست جمعی شرکت منتخب المپی روسیه دست کشیده دستور داد که فدراسیون بین المللی نمودهای ورزش به طور انفرادی پرونده‌های ورزشکاران را بررسی نموده بر پایه آن تصمیم بگیرند. وزیر ورزش استرالیا سوزان لی با اشاره به پیشنهاد اجنسی بین المللی ضد دوپینگ از منع کامل شرکت منتخب روسیه در المپیاد ریو پشتیبانی کرد. مبارزه با دوپینگ به راهنمایی نیرومند بین المللی نیاز دارد، ولی در این قضیه که تمامیت جنبش المپی و پارا المپی را زیر سوال می‌گذارد احساس نمی‌شود. روز یکشنبه رئیس کمیته المپی استرالیا جان کوتس که همزمان نایب پرزیدنت کمیته بین المللی المپی می باشد از قرار کمیته بین المللی المپی در مسیر خودداری از منع کامل شرکت منتخب روسیه دستگیری کرد. شب یکشنبه اولین ورزشکاران روس برای شرکت در بازی‌های المپی ماه آینده به ریو رفتند. و در شهر دوشنبه کمیته جوانان ورزش و سیاحی لباس‌های ورزشکاران تاجیک را نمایش داد که در بازی المپی در برزیلیا شرکت می‌کنند. نمایش لباس‌ها آخر هفته گذشته در پایتخت برگزار شد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.